دکتر میشه یه چیزی بگی حالم خوب شه؟ چی دوست داری بشنوی؟ بهم دروغ بگو اصلا. حال بدت برام مهمه. دلم دور شدن، گم شدن و هرگز نبودن رو میخواد. پس خانوادت چی؟ من جایی فهمیدم فقط خودمو دارم که از کسایی آسیب دیدم که فکر میکردم قرار بیشتر از بقیه هوامو داشته باشم. نپرسیدی چرا این کارو کردم؟ همین که راضی به رنج و اندوه من شدن جواب تمام سوالاتمو گرفت. تو تا حالا خیانت کردی؟ آره، به کی؟ به خودم. چون برای همه ارزش قائل شدم، از جون و دل مایه گذاشتم، تهشم آدم بدی داستان من شدم. الان چی دلت میخواد؟ دلم میخواد یکی پیدا شه وایس جلو همه بگه چه مرگتونه ریختین سرش، چرا اینقدر دارید اذیتش میکنید. دیشب نخوابیدی؟ یه مدت خودش تا صبح بیدار نگهت میداره، یه خاطرات. جوونی کن. جوونی؟ دکتر من اصلا نفهمیدم جوونی یعنی چی. من یه راست از بچگی به کهولت سن رسیدم. سنت داره میره بالا. از بالا رفتن سنم ناراحت نیستم دکتر، از این که از جوونیم خیری ندیدم غمگینم. تو همیشه سردرد داری؟ چون همیشه سکوت میکنم و مدام تو ذهنم حرف میزنم. برو استراحت کن. دلم برای شبایی که بدون فکر کردن به خواب میرفتم تنگ شد. این درد آخر میکشنت. دردی که فکر میکردیم ما رو میکشه نکشت، اما کاری کرد که مرگو بیشتر از هر چیزی دوست داشته باشیم. دکتر زمان مرگ نامعلومه. خب تا هر لبخند منو یه خداحافظی فرض کن. وقتی سرما کشیدم تا دم صبح، دیگه فردا شد آتیشم نمیخوام. وقتی دلتنگیام تنهایی سر شد، فرداش کسی بیاد پیشم نمیخوام. لطفی که توش بخواد منت بمونه، عسل نمیخورم نیشم نمیخوام. دیگه به موقع تاسه ما نیومد، الان که مارسم جفت شیشم نمیخوام.